پسرم، جگر منم میسوزه، اما مقصر پدر مرحومته. بذار از اینجا آزاد بشم. اون بیشرفی که این کار کرده پیدا میکنم و سوراخش میکنم. 10 روز اینجا. کاش یه کاری کرده بودم و اینجا بودم. پدر بزرگم خوبه؟ بابا اون حسابی شک کرده، میگی قایم کن آخه چه جوری؟ بالاخره میفهمه. من نترس تو نمیرم روستا. نباید بفهمه علی، نباید بفهمه. من این تهمت ناروا رو درست میکنم. اینجا خیلی فکر کردم، درستش میکنم. میخواد چیکار کنی؟ چه جوری میشه؟ همه چی رو تعریف میکنم. دونه بدونه همه چی رو میگم. اگه قرار حبس بکشم پای مردونگی بکشم، نه تجاوز به ناموس مردم. امین علی پای حرفش وای میسه. خوش اومدم. ممنونم. الو سلام استاد، لیلا ساروان هستم. سلام لیلا خانم، حالتون چطوره؟ متشکرم، الان رسیدم. اگه مزاحم نیستم میخواستم اول یه سر بیام بیمارستان. البته فکر خوبیه، منتظرتونم. باشه چشم، میبینمتون. دکتر فوراً تشریف بیارید طبقه 4. چیزی شده؟ این مریض اتاق 405 هست، دیشب به هوش اومده، الان میخواد بره، میخواد مرخص شه. مگه میشه یه همچین چیزی؟ پسر من از مرگ برگشته، بعد میخواد بره استانبول. سر عقل نیومده. آقا عمر، نمیتونیم فعلا مرخصتون کنیم. من حالم خوبه، الکی داریم بزرگش میکنیم. نمیتونیم این مسئولیت رو قبول کنیم. لازم باشه امضاشم میکنم، شما آمادش کنید. داداش این کار اصلا درست نیست. داداش اینطوری نرو، فکرمون پیشت میمونه ها. خیر باشه عمر خان، کجا به این زودی؟ اینجا بیمارستان دولتیه، نمیتونید با میل خودتون بریم بیرون. خواهش میکنم. ببینین آقای دکتر، میدونم که شما دارین کارتون انجام میدین، اما من باید فوراً برم استانبول. هر جارم که بخواین امضا میکنم. مطمئن باشین اگه در قفل بکنین از پنجره میرم بیرون. پرواز براتون خیلی خطرناکه، برای حالتون خوب نیست، نکنین. چیزیم نمیشه. بریم. داداش خلیل بیشرف زندونه، حواست باشه که دست و پامون بسته است. تا خود فرودگاه تعقیبش کنید، ازش چشم بر ندارید. 2 نفرم دنبالش بره استانبول. من برم برگردم، بعدشون کارو حل میکنم. زود برمیگردم. خان، حالا پلیس هم میخواد سوال جواب کنه، چرا نرفتی کلانتری؟ فرار نمیکنم که، بهشون بگین زود برمیگردم. اینجاست، رسیدی؟ بله رسیدیم. دیگه چیه؟ اینجا جلوی بیمارستانه، باید به کسی که میاد راه بدن. اینی که اومد خام بود، اونا هم حتما محافظشن. ما هم باید راه بدیم دیگه. خان باشه برادر من، اول بره آدم شه، شاید یه بیمار اورژانسی باشه.
خدا به پسرم عقل بده. حرفی واسه گفتن ندارم. نذاش از سر پا شدنش خوشحال بشم. نذاش که درست حسابی ببینمش. مامان، این دختر استانبولیه داداشمو جادو نکرده باشه؟ بعیدم نیست والله. موقع به هوش اومدنشم همش اسم اونو صدا میزد. اسمش چیه؟ نمیدونم، لاله بود، لیلا بود، چی بود صدا میزد. به من باشه که یه بچه گونه. امروز فردا میفهمی. چه میدونم. فعلا که باید شکر کنیم که به هوش اومده. حالا برگرده ببینم چی میشه. الو، ایشاله که خوش خبر باشی خانم پرستار. معلومه که خوش خبرم. عمر خان به هوش اومدن عزیزم. وای، خدا را شکر. دور و برش خلوت شد، خبرم کن، خودمو میرسونم. مژدگونیت هم میارم، نگران نباش. نه عزیزم، نمیخواد بیای. عمر خان اصلا به حرف کسی گوش نکرد. لباساشو پوشید و از بیمارستان رفت بیرون. درست حسابی نفهمیدم، اما فکر کنم استانبول میرفت. الو. پس رفته استانبول. مگه توی این استانبول چی هست که اینطوری بدو رفته؟ خوش اومدین خانم دکتر. خانم لیلا دیگه نه؟ بله استاد، خوشبختم. بفرمایید بشینین. خیلی ممنون. مبارک باشه. اولین مأموریتتونه نه؟ هیجان زده این؟ خیلی هیجان دارم. اسمش اجباریه اما داوطلبم. عادت میکنم، نگران نباشین. تونستی جایی برای خودت پیدا کنی یا بگم بچه ها از این مسافرخونه بپرسن؟ نه استاد، زحمت نکشین. فعلا تو هتل جا رزرو کردم. به همین زودی هم خونه میگیرم انشالله. پیدا میشه. ما هم هر کاری از دستمون بر بیاد برات انجام. گوش کن جلیل، شماره پلاکای همه ماشینای سفید ماردین رو پیدا کن. تک به تک کنترل کنید. جای پیچ روی پلاکا رو نگاه کنین، کنترل کنین ببینیم پلاک دیگه ای روش زدن یا نه. از اطرافیانم سوال بکنین که اگه کسی غیبش زده ردشو بگیرن. اوراقچی‌هارم حتما سر بزنین. مطمئنم یه چیزی در میاد. رو چشم خان. داداش، من رفتم پیش خلیل، گفتم توافقی در کار نیست. با دستای خودم انداختم تو آتیش. بدیر، خیلی خوب. وقتی برگشتم حرف میزنیم. زندون واسه اون کافی نیست. درش بیاریم حسابشو برسیم. بدیر وایسا، دیگه کاری نکن، وایسا. خوش اومدین خانم. بفرمایید. من کمکتون میکنم. ممنونم. بفرمایید از این طرف. بفرمایید. چه قشنگه. خیلی ممنونم. اسمت چیه؟ جیلان. منم لیلا. دکترم. واسه طرحم اومدم اینجا. چه خوب. انشالله از اینجا خوشتون بیاد. امیدوارم بیاد. اگه چیزی نمیخواین من برم. نه عزیزم، متشکرم.
الو مامان جان، منم میخواستم زنگ بزنم. تازه رسیدم هتل، وسایل جابجا کردم. تو چی کار میکنی؟ چطور باشم دخترم؟ فکرم پیش توه. میخوای چی کار کنی اونجا؟ داره توی خونه قلبم میگیره. ببین چی میگم بهت، زودتر خونه بگیر، منم با کامیون بردارم این وسایل رو بیارم. دیگه طاقت ندارم. عزیز دلم، رو سرم جا داری، اما تو رو خدا اینطوری نکن. ببین من حالم خوبه اینجا، الکی خودتو ناراحت میکنی. تازه امروز رفتم دانشگاه و رئیس رو دیدم. از فردا کارمو شروع میکنم، یعنی حالم خیلی خوبه. آره میدونم دخترم. ماردین دوای دردم میشه، حالا میبینی. زنگ میزنم، صبر کن. خب پس تو به کارت برس، قطع میکنم شب حرف میزنی. صبر کن دخترم، وایسا ببینم کیه. صبر کن. الو مامان. مادر قطع کن تلفن، من شب بهت زنگ میزنم با هم حرف میزنیم. باشه؟ میبوسمت مادر جون، مواظب خودت باش. خیلی معذرت میخوام، مزاحم شما شدم. نمیخواستم اینجوری آشنا بشیم. من اومدم. تو با چه روی اومدی اینجا ها؟ ببینین هر چی بگین حق دارین، اما اجازه بدین براتون توضیح بدم. توضیح نده، لزومی نداره. هرچی قرار بود بفهمیم فهمیدیم. دخترم نیست، رفته خارج. دست از سرش بردار. یه دقیقه، من باید زودتر پیداش کنم. خواهش میکنم بهم بگین. نمیتونم، دخترم دیگه نمیخواد تو رو ببینه. ببینین من تصادف کردم، برای همین نتونستم اون شب بیام. چند روز تو کما بودم. من لیلا رو خیلی دوستش دارم، باید زودتر پیداش کنم و باهاش حرف بزنم. تو خجالت نمیکشی اینقدر دروغ میگی؟ شما مادر همسر آینده من هستین، نمیخوام به شما بی‌احترامی بکنم. من لیلا رو خیلی دوستش دارم. حالا خواهش میکنم فقط بهم بگین که کجاست. نمیتونم بگم، دیگه هم درست نیست سراغ لیلا رو بگیری. متوجه نشدم. اون موقع که دانشگاه میرفت یه دوستی داشت، با هم دیگه آشتی کردن. دیروزم رفتن تعطیلات. اون این قضیه رو تموم کرده، بهتره تو هم تموم کنی. خوب شد. آره خوب شد. خدایا خودت دخترمو حفظ کن. الو دجله وایسا، قطع نکن دجله، وایسا. تو خجالت نمیکشی بازم به من زنگ میزنی؟ دجله قسم میخورم من این کارو نکردم، قسم میخورم. اما میبینی فردا تو دادگاه دونه دونه تعریف میکنم. میگم من همچین کاری نکردم، میگم من دجله رو دوست دارم، به خاطرش حاضر شدم آدم بکشم. مگه ممکنه همچین کاری بکنم؟ اگه قراره حبس بکشم من مثل یه مرد بکشم، داداشت هم نجات بدم، فقط به خاطر تو. شاید اون وقت باورت بشه که دوستت دارم. به خدا خودمو میکشم. ببین اگه یه همچین کاری کردی منو مرده بدون. الو الو دجله. وای بیناز کجایی؟ بادو بیا. مادر جون،
منو ببخش. دیگه نمیتونم با این سرفکندگی زندگی کنم. افتادم سر زبون مردم. خان، از امارت خبر دادن اهالی ده جمع شدن اومدن. خیره جناب سروان. شکایت داداشت رسید؟ آره؟ ببین اینجوری نمیشه. موافقم عصبانی میشه بهت گفته باشم. امشب بیاد، فردا اول وقت میاد اداره پلیس. نگران نباشی. شب بخیر. شب بخیر خان. به عمر خانم از طرف ما بلا دور بگیر. حالت خوبه؟ خیلی خوب. گریه نکن دیگه. چیزی نیست. خودتو انداختی جلوی ماشین. بازم خوبه تونستم نگه دارم. باید صدقه بذاری کنار. چی شده؟ واقعا عذر میخوام. حواسم نبود. تقصیر من بود. نه بابا، نمیخواد معذرت خواهی کنی. یکم مراقب باش. باشه عصبی نشین. الله اکبر. باز چی عصبانی بشم؟ یه موقع اخراجم نکنین. به خاطر اینکه عصبانیتون کردم. چه میدونم. من تو هتل کار میکنم. ببینم کجا میشینی تو؟ بیا بریم برسونمت. نه خیلی ممنونم. خودم میرم. بیا بریم. خیلی خوب. آدرس بده. کجا بریم؟ باید مستقیم بریم. اسمت چیه تو؟ جیلان. چند وقت تو هتل ما کار میکنی؟ تازه اومدم. یه هفته شده. تو طبقات کار میکنم. پس واسه همین ندیدمت. مدرسه تموم شده؟ 2 سال پیش فارغ التحصیل شدم. رشته گردشگری. جای دیگه هم کار کردی؟ نه مامانم اجازه نداد. تازه دارم کار میکنم. بی تجربم. اما خیلی زود یاد میگیرم. تازه همه کارهای خونه هم به عهده منه. چه خوب. آفرین. اینجاست. همینجا پیاده میشم.
تا حالا کجا بودی؟ اومدم دیگه مامان، کارم طول کشید. چیکار کنم؟ مگه نگفتم قبل از اینکه من برم خونه باش؟ نمیخوام کار کنی. مثل تو نمیشم، نگران نباش. جیلان، منو ببین، به اندازه کافی اعصابم خورده، تو بیشتر خوردش نکن. غذا تو بخور مثل بچه آدم، بعدشم برو بگیر بخواب. خوش اومدی خان. به امارت خبر بدین، من امشب تو هتل میمونم. آقا، خانم آقا پیغون فرستاده، اهالی ده تو امارت جمعن، گفتن شما مستقیم بیاین امارت. از شیره جمع شدن میگن میخوایم خانمونو ببینیم. اون وقت پسر من رفته استانبول دنبال دختره. حالا خدا رو شکر بر میگرده، گرچه امشب باید ببینیم چی میشه. حالا اومدیم و برگشت، اون وقت چی مادر؟ بگی بزنین خون ریزی را میفته، بگی صبر کنین میخوان اخم و تخم کنن، بگی بزنین یه جور، بگی نزنین یه جور. اگه با دجله عروسی میکرد این اتفاقا نمیافتاد. اومد، به خدا اومد. ران پهلوونی ها باید حساب پس بدن. حالا نوبت ماست. نوبت ماست خان.
آق و بلا به دور باشه. خدا رو شکر دعامون مستجاب شد. بعد از این همه سال تو خاک خودتی به سلامتی. خدا دیگه غربت و حسرت نشونمون نده. انشالله مثل اسمت عادل میشی. پدر خدا بیامرزم ایوب خان طرفدار صلح بود. همه بدونن که این مرد راهش ادامه داره. تو اینجا هیچ کس دست به اسلحه نمیشه. اصلا هرچی تو بگی من برای اینکه اینجا خونی ریخته نشه 20 سال پا تو این خاک نذاشتم. اونایی که میخوان خون منو بریزن همونایی هستن که صلح زیر پا گذاشتن. هر کی نیت کنه واسه این کار یعنی جلوی من وایستاده. خدا رو شکر که پروردگار جون عمر خانو به ما بخشید و ما هم باهاش هم فکریم. بهترین تصمیمو گرفته. جونی رو که خدا داده فقط خودش میتونه بگیره. خب همه جا رو دیدی. وقت ویزیتم رسیده. بریم با مریضات آشنا شم. باشه. قریشا درو وا کن. درو وا کن. کجای قریشا درو وا کن. درو وا کن زنی که. درو وا کن.
روزگارتو سیاه میکنم. چی شده فیدان؟ پسر بزرگم و قربونی شما کردم. خلیلم به خاطر تهمت شما توی زندان میپوسه. آبروی دخترم هم بردین و خودکشی کرده. کسی که قصد جون پسرمو کرده اومده از انصاف حرف میزنه. چه خبر اینجا؟ پسرت سر پاشو داره؟ چشمت روشن. عمر اولین نور چشمیته. کاملم اولین نور چشمی من بود. قبل از اینکه اون گلوله لعنتی جونشو بگیره. پسرت وقتی میخواست جون شوهرمو بگیره مرد فیدان. تو که پسرت نمرده قریشا. ببین خدا بهت بخشیدتش. به خاطر تو دخترم خودکشی کرده. به خاطر تو خلیل داره توی زندون سر میکنه. یه پسرم توی قبره. تو وجدانم داری عمر؟ ظلمی که بهمون شده بس نیست ها؟ سیر نشدین؟ پسرم چقدر بهت گفتم به خاطر یه غریبه حیثیتت خانوادت عشیرتو از بین نبر. حالا ببین چی شد. باشه مادر باشه. دختره نمیاد. شاید دادگاه بیافته عقب. الله اکبر. آقای وکیل درد این دختره چیه؟ هم تهمت میزنه هم نمیخواد بیاد دادگاه. بابا این دیگه چه وضعشه؟ صبح وکیلاشون زنگ زدن. دختر پهلوونیا خودکشی کرده. اونم خدمتکار اوناست دیگه، نمیتونه ول کنه بیاد. دجله دجله مادر چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ دجله خودکشی کرده عزیزم. نگو مادر، این گناه کبیره است. داداشم خبر داره؟ آره فیدان اومد اینجا، هرچی از دهنش در اومد گفت. عمرم عصبانی شد و گذاشت رفت. عمر بزبیلر رفته کلانتری گفته خلیل منو نزده. پروندت بسته نشده اما الان تو آزادی مشروط داری. خوبه. گفتم که الکی منو دستگیر کردین. خدا رو شکر خوش اومدید خان. بارو گم شو، یه بلایی سرت میارم ها. غیرتون به اندازه دشمن خونی هم نمیرسه. چی پیدا کردین؟ هیچی.
میخواین منو مسخره اون مرتیکه یه لاقبا بکنین؟ مگه من بهتون نگفتم باید کسی که این کارو کرده پیدا کنین؟ را بیافت، تو این طویله گندیدم. به مادرم خبر دادین؟ دادیم خان، اما خانم آقا بیمارستانه. مادرم چشه؟ نه خان، خدا رو شکر خانم آقا چیزیش نیست. دجله خودکشی کرده خان. خان یعنی امینعلی چی کار کرده؟ وکیلم زنگ نزد. ما خیلی اشتباه کردیم. یه مرد بیگناه و روونه زندون کردیم. خدا عاقبتمونو به خیر کنه. بیناز، تو همش میخوای چرت و پرت بگی و اعصاب منو خورد کنی؟ بعضی وقتا حرفای خوبم میزنم. ببین طرفت اومد. عمر اومده دختر. وای خدایا 100,000 مرتبه شکر. وای به درد خورد. به خدا میدونستم. والا اومد، بلا اومد. خب دیگه تو برو بیرون، سر مادرمو گرم کن. یهو پانش بیا تو سر خود. خب حال مریضمون چطوره؟ خیلی خوبم آقای دکتر. میخوام با خانم دکتر آشنات کنم. تا زمانی که مرخص بشی خانم لیلا دکترتونن. خدا بد نده. خیلی ممنون خانم دکتر. من تو اتاقمم. کار تموم شد یه سر به من بزن. چشم استاد. میخوام فشارتو بگیرم. خیلی طول میکشه خانم دکتر. آخه الان نامزدم میاد. پس نامزد داری؟ چقدر دوستش داری؟ خوشحالی داره میاد؟ انقدر زیاد که اگه بهش نرسم میمیرم. به خاطرش از جونم هم میگذرم. نامزدت خیلی خوششانسه. یه دختر خیلی خوشگل انقدر دوستش داره. خیلی خوب، همه چی رو برای موها مرتبه خانم دکتر؟ یعنی آینه یه چیزی داری؟ میخوام خوشگل باشم. آینه؟ آره. نه رنگ به صورت دارم، نه قیافم درست حسابیه خانم دکتر. منو نمیپسنده. عزیزم تو خیلی خوشگلی. اگه نامزدت عقل داشته باشه قدرتو میدونه. نگران نباش. بدش من.